سلام، خیلی خوش اومدید به MX مدیا و قسمت دوم آموزش نرم افزار پریمیر. خب تو این قسمت میخوایم یاد بدیم چطور فایل ها رو ایمپورت کنیم یا وارد پریمیر بکنیم و یک سیکونس ایجاد کنیم و فایل ها رو شروع کنیم به ادیت کردن. پس همراه من باشید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا قسمت های بعدی آموزش وقتی آپلود میشه برای شما نوتیفیکیشن بیاد. برای وارد کردن فایل به نرم افزار پریمیر چند راه مختلف وجود داره. ساده ترین و اولین راه اینه که از گزینه تب‌های بالا گزینه فایل رو انتخاب بکنید و در قسمت پایین گزینه ایمپورت رو بزنید و بعد از زدن گزینه ایمپورت شما میتونید از طریق این پنجره فایل مورد نظر خودتون رو وارد پروژه بکنید. روش بعدی یا روش دوم اینه که روی فضای پنجره پروژه دو بار کلیک کنید، یعنی دو بار کلیک پشت سر هم که دوباره پنجره اکسپلور براتون باز میشه و میتونید فایل های مورد نظر خودتون رو از این طریق وارد پروژهتون بکنید. روش سوم کمی متفاوته اما یکی از روش های سریع برای وارد کردن فایل داخل نرم افزار پریمیر هستش. برای انجام این روش کافیه که پنجره نرم افزار پریمیر رو از حالت فول اسکرین در بیاریم و یک پنجره در ویندوز باز بکنیم تا بتونیم فایل های مورد نظر خودمون رو در اون پنجره ببینیم و همزمان با گرفتن اون فایل زدن کلیک و نگه داشتن کلیک موس و کشیدن اون و رها کردنش در فضای پنجره پروژکت پریمیر اون فایل وارد نرم افزارمون میشه. همونطور که در ویدیوهای قبلی هم گفتم شورتکات ها یکی از سریعترین راه ها برای اجرای موارد مختلف و دستورات مختلف در نرم افزار هاست. خب اینجا شورتکاتی که میتونه خیلی به شما کمک کنه شورتکاتی هستش که برای وارد کردن فایله. مثلا شما در حال ادیت کردن هستید و در اون لحظه سریعا میخواید فایلی رو وارد کنید و نمیخواید پنجره ها رو تغییر بدید. خب برای این کار کافیه که گزینه کنترل رو روی کیبورد نگه دارید و کلمه آی انگلیسی رو روی کیبورد خودتون بزنید. دوباره پنجره اکسپلور ویندوز باز میشه برای اینکه شما فایلتون رو انتخاب کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید تا من هم از شما انرژی بگیرم. تا اینجا 4 روش مختلف رو برای وارد کردن فایل به پروژه خودتون در نرم افزار پریمیر معرفی کردیم. تو ویدیوی قبلی گفتیم که تمام کارهای ادیت در پنجره تایملاین اتفاق میفته. برای اینکه بتونیم کار ادیتمون رو شروع بکنیم نیاز داریم که یک سیکونس ایجاد بکنیم. ایجاد کردن سیکونس چندین روش مختلف داره اما مهمترین مسئله اینه که اون سیکونسی که ایجاد میکنید برای فایل هایی که میخواید واردش بکنید تنظیمات مناسبی رو داشته باشه. شناختن تمامی این تنظیمات نیاز به علم و دانش بسیار زیادی در زمینه ویدیوها و فیلم برداری داره. اما برای اینکه شما بتونید کار خودتون رو با همین آموزش هم شروع بکنید یک روش بسیار ساده و کاربردی رو بهتون آموزش میدم که علاوه بر اینکه سرعت کارتون رو بالا خواهد برد مشکلاتی که در هنگام رندر گرفتن و یا خروجی گرفتن از پروژهتون ممکن اتفاق بیفته رو هم نخواهید داشت. فقط کافیه که فایل خودتون رو به هر روشی که مد نظرتونه وارد پریمیر بکنید. خب من فایل خودم رو اینجا وارد کردم. تنها کافیه که روی خود فایل راست کلیک کرده و در اینجا گزینه New Sequence from Clip به معنی یک سیکونس جدید از این کلیپ رو انتخاب بکنید. با زدن روی این گزینه خود نرم افزار با توجه به تنظیماتی که در داخل این کلیپ وجود داره میاد و برای شما یک سیکونسی رو ایجاد میکنه که این سیکونس دقیقاً متناسب با همین هستش و باعث میشه که خب موقعی که شما میخواین خروجی بگیرید این خروجی دچار مشکل نشه. به محض اینکه سیکونس جدید ایجاد میشه کلیپ ما در قسمت تایملاین قابل مشاهده است و میتونیم ادیتمون رو شروع کنیم. خب در قسمت بالا یعنی اینجا ویدیوی ما قرار داره و در قسمت پایین آودیوی ما، یعنی این صدای کلیپ و ویدیوی ماست. همونطور که میبینید اینجا در پنجره پروگرام ویدیو داره نشون داده میشه، یعنی اگر من گزینه پلی رو بزنم اینجا ویدیو شروع میکنه به پلی شدن
و این خط اندیکاتور از ابتدا تا انتهای کلیپ میره و کلیپ به ما نمایش داده میشه در پنجره پروگرام. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. برای ادامه آموزش ها حتما کانال رو سابسکرایب کنید و گزینه نوتیفیکیشن یا همون زنگوله رو بزنید تا وقتی که ویدیو جدید میاد به شما اطلاع بده.